با این هوش مصنوعی میتونیم فقط با یک عکس همچین ویدیوهایی رو بسازیم. فقط کافیه که قبل آموزش این ویدیو رو لایک و نظرتون رو کامنت کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین. خب فقط کافیه وارد گوگل بشیم و این عبارت رو سرچ کنیم و این سایت رو بزنید. اگر گوشی داخل دستتون میخواین وارد گوگل بشین و این سایت رو بیاریم بالا، فقط کافیه که وارد مرورگر خودمون میشیم و اون سه خط گوشه صفحه رو میزنیم و میایم پایین و سایت مخصوص رایانه رو گزینش رو تیک میزنیم. اگر هم زبان خارجی بود این علامتی که شبیه مانیتور هست رو میزنیم. همینطور که میبینین تمام تنظیماتی که در سایت روی سیستم است روی گوشی موبایل هم هست. خب بریم برای ادامه آموزش. خب برای وارد شدن داخل حساب گوگلتون فقط کافیه لاگین اون گوشه صفحه رو بزنیم. حساب گوگل خودمون رو انتخاب میکنیم، ادامه دادن رو میزنیم و الان وارد حساب خودمون شدیم. در روز هم میتونیم 2 یا 3 ویدیو بسازیم. خب برای ساخت همچین ویدیوهایی فقط کافیه این گزینه آپلود رو بزنیم و عکس مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم که من میخوام امروز پاتریک ستاره‌ای رو بیانساز کنیم. خب برای ساخت ویدیو فقط کافیه بعد از اینکه عکس خودمون رو انتخاب کردیم این گزینه جنریت رو بزنیم. حالا فقط باید کمی صبر داشته باشیم تا ویدیوی ما آماده بشه. الان ویدیوی ما کاملا آماده است. بریم یه نگاه بهش بندازیم. صدای ویدیو رو هم زیاد کنیم ببینین چی ازش در اومده. خب حالا بریم سر هم بدنش رو بسازیم. البته نه همچین ورژن هیکلی سر، منظورم اینه. آره بچه ها قرار بدن این ورژن سر رو بسازیم. خب پس بریم درستش کنیم. حالا عکس خودمون رو انتخاب میکنیم، جنریت رو میزنیم، الان ویدیوی ما آماده است. اگر میخواین ویدیوتون کیفیت بهتری داشته باشه فقط کافیه که این گزینه 4K رو بزنیم. این گزینه رو میزنیم و منتظر میمونیم تا ویدیوی ما با کیفیت بهتری درستش کنه. ویدیوی ما همین الان آماده شد، اونم با کیفیت بالا. اگر میخواین ویدیوتان را دانلود کنین با زدن گزینه دانلود میتوانید ویدیوتان را دانلود کنید.